امیر چی شده؟ چه من گته؟ امیر دوست دخترم خیانت کردم چیکار خب برو کنم؟ خودتو بکش. بابا منم آرومم کنی درد دل کنم باد. بگوز خوب میشی. یا که برو چند تا کوچه بالاتر دکتر دل روده اسهال شده داشت، تخصص ما نیست. خوب میشی ولی. واقعا؟ آره بابا خوب میشی. امیر داداش جانم. چیکار کنم؟ هرچی دخترم میاد تو زندگی ولم میکنه میره. خب گو کمتر بخور. برای چی گو بخورم؟ راستی میدونی 3 پروژه برداشتم تو دبی 14 میلیارد دلار؟ زلزله تموم شد. آره. خیلی تاثیرگذار بود. گمشه بیرون گمشه اه. بیرون. چیکار میکنی؟ با برو مغز بابا ریدت. اعصاب نداره. حالم به هم خورد. کثافت. امیر داداش جانم. امیر دوست دخترم خوشگله. کو ببینمش. چقدر خوشگله جان. امیر داداش امیر. ببخشید. نه بابا شبیه او رو گفتن بابا. سگ آقا پیتفل از خوشگل‌تره. واقعا؟ آره بابا شک نکن. امیر جانم. اینجا قشنگه با دوست دخترم رفتیم. کو ببینم. خیلی رمانتیک قشنگ بود. اینجا کجاست؟ پرقبا و شاندیز خوبه؟ نه بابا میرفت تو کوه خلج، خلوت، آسایش، آرامش، برهوت، رایگان. صدا به صدا هم نمیرسید. جون تو نبیری راست 100% میگی؟ عشق میکردی. خیلی رمانتیکش هم آبی بود. رمانتیکش 5 ستاره خورده.